چند ثانیه میخوام یه قلیمایی یادت بدم که لذت ببری از خوردنش. حتی اگه قلیمایی هم دوست نداشته باشی یا عاشقش بشی، با من بیا. پیاز رنده شده رو توی روغن تفت میدیم. سبک که شد سبزی رو اضافه میکنیم که همون گشنیز و شنبلیل است. سیر و فلفل و عنابی و زردچوبه و البته من سیر تازه هم داشتم توی هاون میکوبیم. به سبزی که تا این حد سرخ شده باشه اضافه میکنیم. یه قاشق آرد رو کمی شنبلیل خشکم اضافه کنید، با هم تفت بدید. تمر هندی رو توی آب بخیسونید، از صافی رد کنید. عصاره‌اش رو به سبزی که سرخ شده اضافه کنید. بعضیا ماهی رو به صورت خام با سبزی تفت میدن، بعد عصاره تمر هندی رو اضافه میکنن و بعضیا شبیه چیزی که توی فیلم میبینید ماهی رو توی آرد و زردچوبه و نمک میغلطونن، یه گوشه رو تو روغن تفت میدن، بعد به سس اضافه میکنن. هر دو روشش فوق العاده خوشمزه است. فقط اینکه توی این روش فرم و شکل ماهی حفظ میشه. یه قاشق رب گوجه رو توی روغن تفت میدیم، به سس اضافه میکنیم، در ظرف رو نیمه باز میذاریم و میذاریم کامل جا بیفته. نوش جونتون.